الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، روز شریف جمعه را از برای یکایک شما و در شخصیت شما از برای اهل بیت و خویش اقربای شما و جمیع مسلمانان این سرزمین تبریک و تهنیت میگوییم و از درگاه خداوند متعال مسئلت آن را داریم که پروردگار این روز شریف و سعید را از برای ما مبارک گرداند و طاعات و عباداتی که در این ماه ما و شما انجام میدهیم در نامه اعمال ما ثبت گردانده و آن را فردا روز قیامت وسیله نجات ما از آتش جهنم، وسیله ورود ما به جنت المأوا و به دیدار به مثال خدا و پیامبر محبوبش محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم گرداند. آمین. هفته گذشته موضوع دجال بود، تا آخر رسانده نتونستیم. امروز انشاءالله صحبت خود را ادامه میدهیم، زیرا که یکی از شریرترین فتنه ها، یکی از سختترین فتنه ها بالای این ملت فتنه دجال است. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرموده است: ما من نبی الا وقد انذر امته الاعور الكذاب. هیچ پیغمبری نگذشته است مگر اینکه امت خیش را از اعور کذاب، از دجال دروغگوی خوف نداده باشد. تمام پیامبران امتان خیش را از این بی سعادت، از این شریر البته خوف دادند. و حضرت صلی الله علیه و سلم گفت در یگان پیامبر قبل از من دجال خروج نکرده است. پس از این معلوم میگردد و آشکار می شود که خروج دجال در امت محمد صلی الله علیه و سلم است. پس آگاه باشید. و برای بعضی به ایمانا، ضعیف ایمانا که به اندک وزیدن باد عقیده هاشون دیگر میکنن، حضرت تحذیر داد، گفت: الا انه الاعور و ان ربکم لیس باعور. هشتونه در سر تو بگیره. گفت مغرور حیله و مکرهای دجال نگردید، مغرور آن نگردید که این بدبخت مرده را زنده میکند، این بدبخت باران امر میکند میبارد، زمین امر میکند سبزه میدماند. زیرا این بدگهر اعور است، با یک چشم ناقص است، در صورتی که خدای بزرگ شما کامل است. مکتوب بین عینیه کافر، در بین چشماش نوشته شده است کافر. و یقرأه کل مسلم، قرائتش میکنه هر مسلمانه، خواه قاری باشه و خواه بیسواد. یعنی هر کسی که همون کافر را در بین دو چشم دجال خوانده نتونست، همه خودش دلالت به آن میکنه که مؤمن نبوده است. بسیار تحذیر داد پیامبر صلی الله علیه و سلم. ما تا زمانی تولد پیامبر صلی الله علیه و سلم قصه دجال براتون بیان کردیم که این دجال شما منتظر نشوید که امروز یا فردا تولد می شود. دجال 3,500 سال قبل از این تولد شده است. دجال عملی منفور و منحوس خیش را پنهانی کرده ایستاده است، توسط لاژه های مسانی، توسط سینگاگه های یهودی کار خود کرده است. هیچ چیزی نو نیست، نو پیدا نمی شود، بلکه الکی هست. گفتیم که در زمان تولد پیامبر صلی الله علیه و سلم با فرمان خدا دجال ملعون در همون جزیره که تربیه یافته بود، در یکی از جزیره های اقیانوس هند زنجیربند گشت. مدت 63 سال در غول و زنجیر بود. و یکی از صحابگان پیغمبر صلی الله علیه و سلم، تمیم داری، این را برای ما روایت کرده است. امام مسلم در صحیحش در قصه جساسه برامون بیان کرده است که چی نوع تمیم داری راه گم زد، در کشتی سوار بودن، به همین جزیره خارج گشتن و دجال با چشم خود دید و از زبان منحوس و منفور شنید که گفت من دجال هستم. و وقت این سخن آورد به پیامبر صلی الله علیه و سلم رساند، حضرت این کار نکرد. برعکس بعد نماز بالای منبر برآمد
حضرت عادت نداشت که در غیر جمعه بالای منبر براید، اما امروز بالای منبر برآمد. مردم گفت منتظر باشید، در همون جاهایی که نماز خوانده بدید یک ذره بشینید و خبری تمیم داری را به تمام اصحاب بزرگوار خیش حضرت رساند. گفت دیدید همون تحذیر را من میدادم، من به شما تاکید میکردم، این تمیم داری شاهد حال است، به چشم خیش دیدستش. پس وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از دنیا گذشت، دجال زنجیرها را پاره کرد و خارج گشت و فعالیت منحوس خیش را شروع کرد بر ضد اسلام. در همینجا یک واقعه تاریخی شده است، واخوری دجال با ابلیس، با شیطان. دجال غیر از ابلیس از کسی نمی ترسید. بدگهر اگر درستر ببینیم و ورق بزنیم، این یک اتئیست است، یک بیخدا، یک دهری است. اما وقت ابلیس دید به چشم سر، وقتی دید که ابلیس در پنهانی چی عملها کرده میتواند، وقتی از قوه پنهانی ابلیس آگاه شد، دجال در ترس و هراس خلتید. زیرا هر چیزی که در دل دجال میگذرد ابلیس میداند. اما ابلیس او را آرام ساخت که ای مرد، من برای کمک تو آمدم، تو بی‌پروا باش. و بین هر دو یک شرطنامه به امضا رسید. طبق آن شرطنامه، بابهای شرطنامه آمده است. پونکت اول: دجال پادشاه آشکارای دنیا بشود، ابلیس پادشاه پنهانی. به قول دیگر نعوذ بالله، دجال خدای آشکار می شود، ابلیس خدای غایب پنهانی. پونکت دوم: دجال برای کلا نیست کردن امت محمد صلی الله علیه و سلم تمام وسایل را استفاده میبرد و ابلیس در این جنگ کمک میکند به دجال. کمکگر اساسیش ابلیس میشود. ببینید. سوم: برای آنکه بر ضد مسلمانان پره و کامل با تمام قاعده ها، با تمام جدیت مبارزه برده شود، دجال تمام یهودی ها را در هر کجایی که نباشند لشکری خود میگرداند و به لشکر یهود، لشکر جین و لشکر افریت ها کمک میکنند پنهانی. چهارم: دین نصرانی به شاخه های متفرقه تقسیم کرده شده و بر ضد اسلام استفاده برده می شود. ببینید. و یک پونکت جداگونه اومده است در تلبیس امت محمد صلی الله علیه و سلم، در گمراه کردن این امت، پیش از همه شهوات دنیوی باید استفاده برده شود. یعنی میل رغبت این امت به دنیا، به وظیفه و منصب، به مال و ثروت، به زر و زیور زیاد کرده و از راه صراط المستقیم منحرف گرداندن لازم است. ببینید، این بود شرطنامه ای که بین دجال و بین ابلیس به امضا رسانده شد. دجال برنامه عملی خودش تشکیل کرد که امروز با نام پروتکل سیانسکیخ مدریتسوف در دنیا معروف است. دیده یکم بار، افسوس که پروا نداریم. پروتکل سیانسکیخ مدریتسوف، همین پروتکل فاش شد. یکی از شکست های دجال در دنیا فاش شدن همین پروتکل است که در اوجا برنامه عمل است برای دجال و دجال ایرا هدیه کرده است برای بنی اسرائیل که به همین عمل کنید. در اوجا آشکار گفته می شود که با مسلمانان چی نوع مبارزه بردن لازم است، حکومت ها را چی نوع غصب کردن لازم است. حتی سخنای از در اوجا اوبی لوچیخ ازگایف، گایا در زبان یهودی مردم غیر یهود گفته می شود. یعنی هر کسی از غیر یهودی ها بهترین است، از او خوف و خطر میبینید در عمل و کارتون، حتما بکشیدش. در اونجا ثبت شدگی است که در این دنیا مال و ثروت، زر زیور نقش اساسی بازی میکنن. پس باید ثروت های روی زمین اکثریت در دست بنی اسرائیل جمع آوری شود. در اینجا آمده است در این پروتکل ها که برای آنکه دولت اداره کرده شود شرط نیست که به طریق آشکارا، به طریق انتخابات سر قدرت بیایی. نه، گروه های مسانی تشکیل کنید. البته در هر یک قوم و ملت مردم حریص به دنیا، مردم تنگ نظر، مردم کم ایمان، ضعیف ایمان و مردم خائن زیاد هستند. اینا را جلب کنید در همین تشکیلات های مسانی
بعدا کمکشو کنه برای رسیدن به هر وظیفه و منصبی که خواهند، تا اینکه در مبارزه بعدینه و در اشغال این مملکت دستیار شما باشند، کمکگر شما باشند. بعد ترتیب دادن برنامه عمل، دجال ملعون عملش شروع کرد. شروع شد فتنه و فسادها. امروز احوال میبینیم دستاوردهای زیاد دارد این دجال ملعون. در دنیا امروز جایی نیست که شرکت های مسانی وجود نداشته باشند. در دنیا جایی نیست. اکثر تشکیلات هایی که با نام تشکیلات بین المللی یاد میشوند همه اختراع زاده دجال است. فراموش نکنید بچه ها. از همون بزرگترین تشکیلات سازمان ملل متحد شروع کرده به دیگر تشکیلات هایی که همه میگویند که ما برای همدیگر فهمی، برای توافق ساخته شده ایم، همه اینا دستگاه های دجال هستند از برای اداره کردن دنیا. اگر چنین نمیشد، ببینه یک دولت اسلامی را برای آن که مثلا یک ساحه صنعتی خودش ترقی میدهد چقدر تحریم ها را در سرش بار کرده است. تحریم هم میدونه، سانکسیون های اقتصادی کرده است برزیچو که با او در تجارت شرکت نکنه، چیزی نفروشید. اگر چندی همون دولت بیچاره به یگان دولت دنیا سر و کار ندارد، فقط دولتی خود ترقی میدهد، صنعتی خودش ترقی میدهد، حقوق نداشته است که مثلا حتی برای انکشاف قواهای انرژتیکی خودش، برای صنعت خودش استفاده برد. در صورتی که دولت دیگر کشتی های مردم آزادی دوست و بشر دوست را که به خاطر کمک بشر دوستانه به منطقه غزه که در احاطه گرفتار شده است میروند، قتل میکنند، مردم بیگناه هم میکشند. اما بر ضد اینا یگان سانکسیون نیست، یگان تحریم نیست. همین خود روشنگر و بیانگر اساسی است بر اینکه دجال امروز حاکمیت بینهایت قوی دارد. اگر به یک لحاظ گویم که دنیا را ادارت میکند خطا نمیکنیم، زیرا ریچک های اساسی در دست دجال است. امروز خطر خروج دجال آمده ایستاده است که یکی همون نشانه های قیامت سر بزنند، دجال آشکار خروج میکند. نشانه های قیامت چی هم بچه ها؟ قبل از همه جنگ جهانی حتما می شود. حال جنگ سوم جهان گفته مردم تعذیر میتن، علاج نیست. با این ظلمی که امروز در دنیا استوار گشته است، با این ظلمی که امروز آشکار است و نه سازمان ملل متحد نه یگان ساختار دیگرش هیچ کدام کوشش نمیکنن که همین ظلم را برطرف کنن، البته جنگ سوم جهان واقع میشه. ببینه دولت همسایه ما، دولت ازبکستان، چه حقوق معنوی داره که راهی را که ترانزیت است ببنده؟ همین خیلی حقوق کسی داده میتونه به او؟ نه. اما امروز ببینه ظالمانه راه بسته است، اندیشه نمیکنه که این قدر مردم مثلا به آذقه میمانند، به مواد سوزشواری میمانند، میلیون ها آدم در عذاب و در مشقت است. با آشکار میگه که غرض من غرض سیاسی است و کسی هم کارش نداره. عاقبت این ظلم ها البته که نمی جنگ و نزاع و خرخشه است. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود بین الملحمه و بین فتح المدینه ای قسطنطینیه 6 سنه و یخرج الدجال او یخرج